شب فراق که داند که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان عشق در بند است. شب چله آغاز 40 روز نخست زمستان، شبی که صبح فرداش قرار هست عزیزترین خورشید سال در پایان طولانی ترین شب طلوع بکنه. ما این شب رو جشن میگیریم. ایرانیان باستان چون در سرمای سختی زندگی میکردن، گرما و نور براشون بسیار مهم بوده و سرما و تاریکی رو دوست نداشتن، چون این سرما زندگیشون رو که بر اساس کشاورزی و دامپروری بوده تحت شعاع قرار میداده. بنابراین در این شب دور هم جمع می شدن تا با جشن گرفتن که در واقع یک آیین نیایشی بوده، هم نیروهای روشنایی رو یاری بکنن با انجام دادن آیین‌هایی که در نظر داشتن و هم در کنار هم این تاریکی رو تاب بیارن و به تماشا و استقبال روشنایی برن. واژه ایالله هم که یک واژه سریانی هست، همون کهن الگوی زایش خورشید هست که از ایران به جاهای دیگه رفته. جشن اعتدال زمستانی و ایرانی ها این روز رو خورروز یا روز زایش خورشید می دونستن و این شب رو به عنوان شب زایش مهر و همچنین برآمدن خورشید جشن می گرفتن و به عنوان یک آیین باستانی در دامنه های البرز کوه تا دمیدن سپیده به انتظار طلوع مهر می نشستن. و این یادآوری میکنه که ایران شهر نه یک سرزمین جغرافیایی، که یک گستره فرهنگی است که مرزهای حقیقی اون بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی هستند. و اینکه مهر چی هست، ما یک داستان اسطوره‌ای داریم. اهورا و اهریمن در آغاز آفرینش یک پیمانی با هم می‌بندند برای برقراری تعادل در هستی و مهر که از آناهیتا متولد میشه میانجی بین نیروی خیر و شر هست، نگهبان و ناظر و محافظ این پیمان هست. هر جایی که این تعادل به هم میخوره، مهر وارد عمل میشه تا اون تعادل رو به جهان برگردونه. مثلا وقتی اهریمن حمله میکنه تا گاو آفرینش رو که آبستن گیاهان و حیوانات هست با بیمار کردنش از بین ببره، مهر میانجیگری میکنه و گاو رو قربانی میکنه، نطفه اون رو در ماه آلوده میکنه و با بارانها بر زمین دوباره جاری میکنه و با ریختن خون گاو زایش دوباره در جهان اتفاق بیفته. پس از اون بعد از هر زمستان و مرگ طبیعت ما یک رستخیزی به اسم بهار داریم و جهان به کل نابود نمیشه. این رو هم بگم که در اساطیر ما مهر با خورشید متفاوته. یه لحظاتی هست بعد از تاریکی شب و قبل از اینکه خورشید بالا بیاد، رنگ آسمون بین تاریکی و روشنایی بهش میگن سپیده. انگار سفید و سیاه رنگشون آغشته به همه. تنها زمانیه که این تاریکی و روشنایی به هم میرسن و تلاقی و برخورد دارن و این همون میانجگری مهره. غروب هم همینطور. در پایان روز قبل از اینکه وارد تاریکی بشیم، آسمون کمی به سرخی میزنه، انگار که خون خورشید ریخته باشه. این لحظات که بین تاریکی و روشنایی هست سپیده یا مهر هست که داره اون خویشکاری خودش رو یا وظیفه خودش رو انجام میده. در باورهای شفاهی ما میگفتن این زمان دعاهای انسان پذیرفته میشه و نیایش‌های بسیار مهمی ما داریم در این زمان و خیلی خوب میشه که اگر توی این لحظات بیدار باشیم. صباح خیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز، که غوغا می کند در سر خیال خواب دوشینم، یا دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و اندران ظلمت شب آب حیاتم دادند و نمونه های بیشمار دیگه. غلبه مهر بر گاو سپند یکی از ضروریات انقلاب زمستانی هست، برای اینکه تاریکی و سرمای طولانی رو با بالاتر بودن روشنایی به تعادل و رستخیز که بهار هست نزدیک بکنه. این اصلا خویشکاری و وظیفه مهره. و شب چله به دلیل اینکه همه این کنش‌ها و واکنش‌ها در صورت میگیره برای رسیدن به تعادل و همراه خودش یک نوید و امیدی داره برای اینکه تعادل در راهه، بهار میاد،
این برای ایرانی ها بسیار آیین با شکوه و مهمی هست. اصلا نوید هر چیزی انگار از خود اون چیز شوق برانگیزتره. نوید پاییز، نوید بهار، نوید سرآمدن تاریکی و سرما و این نوید رسیدن در ضرباهنگ حیاتی ناخودآگاه ایرانی ما ثبت شده. امید وصال همیشه از خود وصال تو فرهنگ ما قشنگ‌تر بوده و آیین حافظخوانی و تفعول زدن من فکر میکنم شاید برای ما تداعیگر همین نوید و بشارت هست و این در سراسر فرهنگ ما از موسیقی گرفته تا شعر و غیره سایه انداخته. اینکه آوازهای ما و شعرهای ما انگار در دل هجران و آرزوی وصال بین این دو شکل گرفتن و این زیبایی نوع زیستن ما ایرانی ها هست. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. کلا سنت های ما هیچ کدومشون بی دلیل نیستن، یعنی یک پشتوانه اندیشه‌ای حتما پشتشون دارن. همه سنت هامون از آیین هامون گرفته تا حتی خوراکی هامون. قشنگترین مؤلفه یلدا به باور من انار هست که اندیشه پشت این هم خیلی جالبه و برام جذابه. رنگ سرخش و گرد بودنش از یک طرف نمادی از خورشید هست و از طرفی اون سرخی مهر رو تداعی میکنه و سرخی عشق رو، چون مهر در معنای عشق هم هست و این باز خودش یک گفتگوی دیگه ای رو میطلبه. و انار انگار امید بازگشت و آمدن گرمای خورشید هست و خوردن اون یک جور طلب عشق هم هست. مثلا وقتی که در شب هجران ما امید وصال رو زمزمه میکنیم به نوعی داریم طلب وصال میکنیم. و باز دونه های انار که همون باروری و زایش طبیعت بعد از جاری شدن اون خون در آیین قربانی هست که این رو برای ما تداعی میکنه، اون رنگ قرمز رنگ خونش. و این که مسئله دیگه‌ای که برای ما خیلی قابل تأمل هست، فشرده شدن دانه های انار نماد اتحاد و همبستگی آدم ها با هم هست، هم پیوستگی خانواده ها و هم پیوستن اشاق به هم. این که یادآوری میکنه فقط با اتحاد و همبستگی میشه که گرمای خورشید رو از پس یک سرما و تاریکی دوباره برگردونه. اگه بخوایم از بالاتر بهش نگاه بکنیم، زمانی که ایرانیان ما هنوز دوره‌ای نیستش که بین خوبی و بدی خط بکشن، بین نیروی خیر و شر، و نیروی خیر و شر دو عنصر لازم برای چرخه حیات هستند، یعنی دو سر فرمون تحرک و چرخه حیات هستن و به کمک هم و با اتحاد هم دیگه این جهان رو پیش میبرن به سمتی. و این اتحاد و کنار هم بودن یادآور دلچسبی بوده همیشه برای ما. و در مورد خوراکی های دیگه هم بگم که مثلا درباره آجیل و خشکبار به خصوص ایرانی ها همونطور که گفتم، چون در دوران سرما که کشاورزی و اینها تعطیل میشد، دلهره و هراس از منابع غذایشون داشتن، میوه های تازه رو در دوره های قبل خشک میکردن و اون رو در این زمان از سال، یعنی در زمان چیرگی سرما، می آوردن به امید و دلگرمی این که میتونن زمستون رو با این سر بکنن. و حتی هندوانه که بعدها به سفره‌های ما اضافه شد، باز همون کارکرد انار رو داره، در سرخی، در گردی و در این که به خصوص چیزی که برای خود من جالب بود که هندونه مزاج متعادلی داره، یعنی هم میتونیم اون رو در فصل سرما استفاده کنیم، هم در گرما، و این برمیگرده به اون مبحث تعادله و یک جور تداعیگر تابستانه دلچسبه برای ما در ناخودآگاه ما. و در کل، در کلام آخر، این که نیاکان ما و ما
در این شب همراهان مهر هستیم و با رعایت پیمانهامون به این پیمان آفرینش و هستی نیرو میبخشیم. هر بار که از هر کدوم از پیمانهامون مراقبت میکنیم قوت میدیم به این نیروی حیات و هر بار که از پیوستگی هامون و اتحاد هامون مراقبت میکنیم نیرو میبخشیم به این چرخه حیات. روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد.